ببخشید تاج گلمون از درتون نمیومد تو 3 طبقه باقلوا چی شد؟ معذرت ما گل و شیرینی تو راه پیدا نکردیم گفتم من مثلا این سوپر سایه پوشتون شکلات گرفتم آقا بگید معذرت. این خوشمزه ترین چایی بود که تو عمرم خوردم. این چای تا نپتونه سگ گیرو مخوره. کلونم خوبه خوشبو ها. بومودم چی ما هفته پیش همون بودم. 2 تا شرکت بازرگانی دارم با یه دونه کارخونه فولاد. ما شغلم حقیقت آزاده. آزاد که یعنی ساقیو. چرا ایشون انتخاب کردم؟ مگه مثل ایشون هست؟ به نظر من در زیبایی و وقار و متانت و اخلاق ایشون همتایی وجود نداره. حقیقت که دخترتانم مال نیست موری ننم پیله کرده مگه زنبیه. اما شما قول شرف میدم که دخترتون خوشبخت کنم. اگه خدا بخواد شما بیمیرن باعثتان حتما خوشبخت میشه. جهاز هیچ نیازی به هیچی نیست. همین که پاشو تو زندگی من بذاره بزرگترین نعمتی برای من. سرویس چوب ما خجالت نکشین دیگه 4 تا مربا خوری فکر کنم فقط میخوایم بیارن شما. من توی عقد موندن رو دوست ندارم. به نظر من هر چه سریعتر بریم سر خونه زندگی. عجله بره چیه؟ به نظرم دستگرمی 7 8 سالی تو عقد بمانه. خونه، ماشین، ویلا، همه چی فراهم. ماشین که ندارم پیاده روی میکنم سلامتی دخترتون خوب میشه. خانم که پیش ننه بابا من هیچ وقت دخترتون تنها نیست. 1380 سکه که در برابر زیبایی ایشون عددی نیست. 1380 تا شما کیلو چند حساب میکنین مگه؟ من واقعا عاشق ایشونم. مبارک باشه. خدا وکیلی باید با ما راب یعنی قیافه حداقل یک پراید خرجشه.